آینه ها به عنوان دروازه هایی برای ارواح عمل می کنند. برای جلوگیری از دسترسی ارواح ناخواسته یا موجودات با ارتعاشات پایین‌تر به شما و خانه شما، قفل کردن آینه ها ایده خوبی است. شما می توانید از آب گلاب، آبی که بر آن آیت الکرسی خوانده شده، آب ماه متبرک، آب نمک دریا متبرک یا یک اسپری ساخته شده با دم کرده ای از یک گیاه سبزی محافظ استفاده کنید. برخی افراد نیز دوست دارند یک کلید واقعی را در این آیین بگنجانند. نحوه انجام آیین: 1. در مقابل آینه خود بایستید و آن را با ماده محافظ انتخابی خود مثل آب گلاب یا آب آیت الکرسی خوانده شده با توجه کامل پاک کنید. 2. سپس انگشت اشاره خود را بردارید و یک دایره در جهت خلاف عقربه‌های ساعت روی آینه بکشید و آن را با یک علامت ضربدر به پایان برسانید. 3. همزمان این عبارت را بیان کنید: من این آینه را قفل می کنم. هیچ موجودی با ارتعاش پایین‌تر اجازه ورود از طریق آن را ندارد. 4. می توانید با گفتن و چنین خواهد شد: آمین، یا هر عبارت پایانی دیگری که برای شما و تمرینتان مناسب است، آن را به پایان برسانید.